من اگر کودک دیگر رو کتک زد و دست روی اون بلند کرد، اینطوری رفتار میکنم. با خونسردی و خیلی آروم مداخله میکنم و وارد عمل میشم و به فرزندم میگم که ما به دیگران آسیب نمیزنیم. زدن دیگران کار درستی نیست. به نظر میاد تو الان عصبانی هستی. چند دقیقه بشین تا عصبانیتت بره. بعد از چند دقیقه احساسات مثبت رو وارد بازی میکنم و بهش میگم که میدونی که دوستت چقدر تو رو دوست داره، ولی این کاری که تو کردی دوستت رو ناراحت کرد و به خاطر کاری که کردی و کتکی که به اون زدی باید بری ازش عذرخواهی کنی. تو اگر چیزی رو از دوستت لازم داری و میخوای تقاضا کنی، باید از زبونت استفاده کنی و صحبت کنی. مثلا میشه من این اسباب بازی رو داشته باشم و اونو با من شیر کنی؟ اینطوری دوستت ممکنه به تو کمک کنه. و میدونستی که دست‌ها برای نوشتن، دست‌ها برای نگه داشتن، دست‌ها برای غذا خوردن، دست‌ها برای کتک زدن نیست. و نقاط مثبت رو توجه میکنم و اگر دفعه بعد کودکم کار درستری انجام داد، مطمئنا اونو به رخش میکشم و میگم که امروز به نظر میاد خیلی خوب با دوستت رفتار کردی و من شنیدم که تو اسباب بازی رو که میخواستی از دوستت درخواست کردی و ازش تقاضا کرده که اون اسباب بازی رو با تو به اشتراک بذاره. این یعنی آموزش درست رفتاری به کودکان.